کشتی، پرتاب دیسک، لیزر، تمام این ورزش والیبال، تمام اینا کسی بره این کاریش بشه بگه من والیبال بازی میکنم ما اینقدر پول میگیرم، بلا شبهه به حضرت عباس حرام. کشتی میگیرم چه فایده ای داره؟ به درد مردم نمیخوره. دیگه طلبکارم میگه من 2 سال کورس میکنم پول میگیرم. من از شما پول میگیرم که با آقا کشتی بگم آقا بزنم زمین. خب من آقا زمین به شما چیه؟ چی گیر شما میاد؟ میرسد روزی که میبینی که عباس علی که قسم خوردی به او با صوت جدی و جلی، اصفه مهر و وفایی که جهانی مست اوست، ظرفی از سرب مذاب دوزخی در دست اوست، دستهایت بسته بالای سرت در انتظار تا به هوشایی برینی بر خودت بی اختیار. دیگر از لطف و کرم ردی ز خصمش نیست، هیچ آثاری ز رأفت توی اخمش نیست. با صدایی که بلرزد دوزخ پروردگار، میزند فریاد قرایی که ای ملعون خار، ای که بردی آبروی دین ما را سرسری، از چه رو با نام ما سوگند باطل میخوری؟ سیر و پر تا حنجره تا نصف گردن آمدی، شیخ نادان تو برای وصل کردن آمدی. بعد میپرسد یکی پس حال شاه امروز چیست؟ با خودت میگوید من پهلوی هم دوزخی است. فکر توی کله پوک تو را میخواند و سرپریزان را ز اطراف شما میراند و میدهد پاسخ به فکرت که نه، او در جنت است، ذات حق از او گذشته غرق مال و نعمت است. از چه رو؟ از اینکه وقتی داشت قدرت توی دست، گرچه گاهی او حدود و شرع ما را میشکست، گرم کارش بود و با دین خدا بازی نکرد، مردم آن دوره را از شرع ناراضی نکرد. تو ولی در این لباسی که نماد دین ماست، منحرف کردی مسلمانان ما از راه راست، مار دین بودی و مردم را نمودی طمعت، آرزوی مرگ کردی در نماز جمعت.